وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني من قلبي الحيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم الله متعال را سپاس گذاریم که برای من فرصت عنایت نمود تا با قسمت جدید برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان و سروران باشیم. البته مفتخرم که باز هم استاد سلیمانی عزیز را کنار خود دارم. در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب استاد تقدیم نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. من هم عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت شما استاد گرامی، استاد رحیمی عزیز و همه بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که هر کجا که هستید لحظات زندگی و هر روز زندگی بهتر و زیباتر از روز سپری بشه. در خدمت شما هستم. آمین. تشکر. سلامت باشید استاد سلیمانی عزیز. بیننده های عزیز، البته ما در برنامه‌های گذشته در مورد سومین رکن از ارکان ایمان که ایمان به کتاب‌های آسمانی بود صحبت را آغاز کردیم. در مورد کتاب‌هایی که قبل از قرآن کریم نازل شده صحبت‌هایی داشتیم و اینکه آن کتاب‌ها فعلا موجود هستند اما تحریف شدند. بر اصل آن کتاب‌ها که بر انبیای الهی نازل شده بود، اصلشان از جانب خداوند بود، ما به او ایمان داریم. اما بعداً علمای یهود و نصارا در این کتاب ها دستکاری های زیادی کردند که کتاب هایی که امروز به عنوان تورات و انجیل در میان یهودی ها و نصرانی ها میبینیم، این کلن آن کتابی نیست که الله متعال بر حضرت موسی و عیسی نازل کرده بود. سپس به آخرین کتاب آسمانی قرآن کریم رسیدیم. اما خواستیم قبل از این که ما در مورد این کتاب عظیم قرآن کریم صحبتی داشته باشیم، صحبت کنیم، خواستیم صاحب این قرآن را یک معرفی کوتاه داشته باشیم، در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحبتی داشته باشیم که ایشان کی بودند، در کجا بودند و چطور رشد کردند، چطور بزرگ شدند و چطور به پیامبری مبعوث شدند. اگر فراموش نکرده باشید در هفته گذشته ما از قبل از میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، قبل از تولدشان صحبت را آغاز کردیم تا اینکه ایشان در سال فیل، سالی که ابرهه بر مکه مکرمه حمله آور شد، در همان سال بعد از حادثه فیل حدوداً 40 روز بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه معظمه چشم به دنیا گشود. از آنجا همچنان استاد سلیمانی عزیز گفتند که عادت عرب و در مجموع عادت قریش هم البته این بوده که اطفال نوزاد خود را به دایه ها می دادن که تا آنها را تربیه بکنن در صحراها. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به همین خاطر البته به طائف فرستاده شدن، در قبیله بنی سعد نزد حلیمه سعدیه مادر رضاییشان هستند که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شیر دادن. البته داستانی که چگونه حلیمه آمد به مکه با شوهرش و چطور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را گرفتن و با خود بردن، از آن طرف که می آمدن چه وضعیتی داشتن، از این بر که این طفل یتیم را با خود می بردن چه وضعیتی داشتن، روی این صحبت کردیم. البته استاد سلیمانی عزیز در آخرین نکته‌ای که اشاره کردن گفتن در طائف در قبیله بنی سعد زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نزد مادر رضاییشان حلیمه بود، داستان عجیبی، داستان خطرناک هم البته
یعنی کمی وحشت داره، ظاهرش من خطرناک. میترسم. بله، داستان خیلی عجیبی اونجا با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در کودکی رخ داده است. منم ترسیدم. وقتم به پایان رسیده بود، گفتیم هفته بعد از همین داستان صحبت را آغاز کنیم. استاد سلیمانی عزیز، میشه بریم مستقیم روی داستان؟ چی بود؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اجازه بدید تا اونجایی که شما داستان رو پیش بردید ما هم به همراه بینندگان عزیز و جمع دوستان عزیزان بریم به طائف. درست. طائف شهری است در شمال مکه، در جنوب مکه مکرمه و حدوداً 80 کیلومتر 70 یا 80 کیلومتر فاصله در داره. راههای امروزی فاصله داره. طبیعتاً در قدیم الایام مسافت بیشتری بوده است و آب و هواش خیلی خنک‌تر هست از مکه مکرمه. بله. و همیشه در تابستان ها حتی 10 درجه تا 15 درجه خنک‌تر هست. بیشتر فرق میکنه. و بله. همین روزها مکه شاید بالای 45 هست، اما طائف 35 34 اینطور. خیلی خنک هست. بله. در کل و زمستان های سردی هم داره. یقینا. و منطقه طائف منطقه خوش آب و هوا و سرسبزی هم هست به درست. نسبت مکه مکه. مکرمه. بله. حالا شاید به نسبت جاهای دیگه زیاد سرسبز حساب نیاد، اما به نسبت مکه مکرمه بله. خیلی سرسبزتر و باصفاتر هست از لحاظ آب و هوای طبیعیش. و به همین خاطر میرفتن درست. و میبردن فرزندان رو از مکه مکرمه میگرفتن، عده‌ای میبردن به طائف و درست. در مقابل هم یک مقدار پولی در می آوردن و همین که خود اهل مکه هم به دو فایده میکردن این وسط، که هم فرزندانشون در یک آب و هوای زیبا بله. و یک بستر خوب رشد میکردن و همین که اون ادبیات عربی و لغت عربی که در بین طوایف مثل بنی سعد در طائف باقی مانده بود سالمتر و فصیحتر بود. لهجه اونها فصیحتر بود در لهجه اهل مکه. به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم هم تقدیرشون این بود که به همراه حلیمه، درست. حلیمه خوش نصیب، مادر بزرگوار رسول صلی الله علیه و سلم که واقعا مادرشون هست، ایشون رو شیر داد و یعنی میتونیم بگیم که استخوان بدن نازنین رسول صلی الله علیه و سلم از شیریشان تغذیه شده، جوش خورده و تغذیه شده و این سعادت برای حلیمه رضی الله عنها همینقدر کافی است که پیامبر خاتم رو شیر داده. و آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم. الان یک طفل به هر حال 1-2 ساله هستن در بنی سعد. درست. یک روستایی بسیار زیبا با صفاست و من باز هم توصیه میکنم عزیزانی که برنامه نبی رحمت همگام با نبی رحمت رو اگر دیدن که مشاهده کردن، حتما اگر ندیدن هم به آرشیو ما در یوتیوب مراجعه بکنن و این روستا رو از نزدیک تصاویرش رو ببینید که ما اونجا رفتیم، ما فیلم برداری کردیم. در این فضای زیبا الان رسول الله صلی الله علیه و سلم رشد میکنه به همراه یک برادر دیگری که از حلیمه داره، به اصطلاح برادر رضاییش، پسر اصلی حلیمه. و به هر حال اینجا یک روستاست، یک طبیعت خاص خودش رو داره و در روستا غالبا بچه‌ها میگردن بازی میکنن، این طرف بیرون خانه میرن بازی میکنن. الان در سنی از رشد رسید رسول صلی الله علیه و سلم که حرکت میکنه، راه میره. یعنی فکر کنیم در دیگه حدوداً در سن 2 سال خورده، چون 2 سال که تمام شد، حالا ما یک برگردیم عقب داستان رو، بعد از اینکه 2 سال شیر دادن رسول الله صلی الله علیه و سلم رو 2 سال تمام شد. قرارداد حلیمه با آمنه این دو بزرگوار 2 ساله بود. بعد از 2 سال الان برگشتن به مکه مکرمه. خب بعد از 2 سال رسول الله صلی الله علیه و سلم رو حلیمه و حارث همسرشون آوردن پیش آمنه و از آمنه خواستن که اجازه بده. الان این 2 سال همش برکت بوده و خیر بوده و تمام زندگی همش برکت است و میدونن به خاطر این طفل است. دلشون نمیخواست که این طفل رو به این راحتی بدن، برگردونن به مادرش. گفتن حداقل تا جایی که میتونیم پیش خود نگه داریم، از برکاتش بهره مند میشیم. هیچ خبر ندارن که این در آینده که خواهد شد و چی خواهد شد. وگرنه شاید هرگز او رو به مادرش پس نمیدادن و هیچ هرگز به اهل مکه پس نمیدادن. تا اینکه برگشتن به پیش آمنه بعد پوزش و گفتن که آمنه اگر اجازه بدید چند ماه دیگه پیش ما بمونه، تا هم ما به هر حال بازم احساس میکنیم که شیر نیاز داره، به شیر بدیم. بعضی بچه‌ها 2 سال بیشتر هم میخورن، یعنی بیشتر از 2 سال هم شیر میخورن. بهانه کردن، شاید رسول صلی الله علیه و سلم اینطوری هم نبودن و گفتن که ما میترسیم از اینکه در مکه شنیدیم وبا آمده و این وبا خدای نکرده محمد نازنین رو نگیره و اجازه بده پیش ما باش. خب آمنه هم به طبیعت حال و اقتضای حال
مناسب دید که فرزند نازنینش اونجا دید که ماشاءالله خوب رشد میکنه، خوب بزرگ شده، اونجا باشه. گفت باشه، مشکلی نیست و خوشحال و بازگشتن. الان رسول صلی الله علیه و سلم سن 2 رو رد کردن، یعنی بله. راه میرن و حرکت دارن، فعالیت دارن. اون طفولیت نازنین بسیار تصورش هم دوست داشتنی است. یعنی رسول الله رو در سن 2-3 سالگی یک طفل معصوم زیبای دوست داشتنی که تمام فرشته های آسمان ملائکه به او رشک میبرند، در روستای بشخور بازی است. به همراه برادر کوچکترش که بزرگتر از ایشون هست، برادر رضاییشون که از ایشون بزرگتر هست، 1-2 سال بزرگتر از ایشون هست، فرزند حلیمه. درست. و این طفل هم بازی میکنن تا اینکه یک اتفاقی میفته. این طفل، خود طفل حکایت میکنه و حلیمه راوی داستان هست بعداً که پسرم اینطوری گفت، پسر خودش، که رفته بودن پشت خانه مقداری. بله. حلیمه میفرماید که ما اونجا چند تا گوسفند داشتم. در بین گوسفندا غالبا محل خیمه‌ای که حالا یا اتاقکی که زندگی میکردن اون طرفتر آغولی بله. یا طویله‌ای، حالا به تعبیر امروزی ما، اونجا گوسفندا نگهداری میشون و کمی دورتر از اونها این 2 تا برادر با هم بازی میکنن. دوستاست و میرن بیرون در دامنه کوی بازی میکنن. بعد یک بار 2 نفر انسان سفید پوش، 2 تا مرد سفید پوش با لباسهای سفید میان پایین، از آسمان میان پایین. این چشم دید خود رسول صلی الله علیه و سلم است که به مادرش حلیمه نقل میکنه و برادر رضاییشون که به حلیمه نقل میکنه. و 2 تا انسان سفید پوش آمدن پایین، آمدن و یک اتفاق عجیبی افتاد. الان حلیمه میفهمد که پسر من دوان اومد پیش من و گریان و فریاد میکشید که مادر برادر ما رو کشتن، برادر من رو کشتن. بعد من پرسیدم که چی شد، حکایت چیه؟ گفت چی، 2 تا انسان سفید پوش آمدن پایین و برادر من رو گرفتن و به زمین خواباندن و سینه او رو شق کردن، پاره کردن و شکافتن و من فرار کردم. اینجا الان رسول الله صلی الله علیه و سلم این اتفاق براش میفته در خارج از حکایت، به هر حال خانه، دورتر از خانه، و برادر ترسان و گریان فرار میکنه، میترسه طبیعتا، طفل اونم فرار میکنه، مادر رو خبر میکنه. مادر حلیمه فریاد میکشه که وای بدبخت شدیم و حارس رو صدا میکنیم و بدو حرکت میکنن به سمت جایی که هست. اونا نمیدونن حکایت چیست، یک طفلی که امانت هست، این طفل پربرکت، 2 نفر میان و سینه او رو پاره میکنن و میشکافن، بحث شوخی نیست. و میفهمد که ما بدو و پریشان و نگران رفتیم تا خود رو رساندیم به محلی که محمد علیه السلام اونجا بود و دیدیم که پسرمون، حالا با این تعبیر حلیمه میفهمد، دیدیم که پسرم محمد اونجاست و ایستاده و رنگش هم خیلی پریده، رنگش پریده و ایستاده یک جایی. رفتم نزدیک، شروع کرد به گریه کردن و طبیعت سن طفولیت هست. حالا شاید بگیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم گریه میکنه، خب یک طفل هست، یعنی اونجا الان بزرگی هم گریه کردن، در بزرگی هم گریه کردن و اشک ریختن برای یارانشون، برای همسرشون، برای فرزندانشون. و الان حلیمه میفهمد من ایشون رو در بغل گرفتم و به آغوش گرفتم. اول طبیعت هر مادر است که طفلی رو به آغوش میگیره و چه آغوش مبارکی است، آغوشی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در بغل میگیره و خوشا به حال همه اون کسانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها رو در آغوش میگرفت و در رأس اونها همسران رسول صلی الله علیه و سلم هستند. ام المؤمنین عایشه است، ام المؤمنین خدیجه است. اینها کسانی هستند که در آغوش رسول صلی الله علیه و سلم بودند. آیا امکان داره کسی که در آغوش رسول صلی الله علیه و سلم، انسان کی رو در آغوش میگیره؟ کسی که با او محبت داره و علاقه داره، مخصوصا همسران، مخصوصا یاران نزدیک و اصحاب، مخصوصا مادر مثل حلیمه و امثال اتفاقهایی که افتاده. به هر حال آغوش میگیره حلیمه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو و رسول الله صلی الله علیه و سلم گریه میکنه و ما پدر بزرگوارشون، پدر رضاییشون، حارس، ایشون رو در آغوش میگیره، همسر حلیمه. و بعد میپرسن چی شد، از خود رسول صلی الله علیه و سلم میپرسن که چی شد و ایشون فرمود که 2 نفر آمدن و سینه من رو شکافتن و پاره کردن. این روایت حلیمه است از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم در طفولیت. بعد این روایت رو تکمیل کردن خود رسول صلی الله علیه و سلم سالهای بعد با تفاصیل بیشتری از جوانبی که اون موقع مشخص نبود. و 2 نفر آمدن و سینه من رو شکافتن و تکه گوشتی از داخل سینه من در آوردن و
گوشتی بود، قلب نازنین رسول صلی الله علیه و سلم در آوردن و مقداری از اون رو کندن و گفتن این سهم شیطانه از قلب تو و انداختنشون طرف و بعد این رو دوباره گذاشتن در داخل سینه من و دست کشیدن و رفتن. رسول الله صلی الله علیه و سلم بنا به روایتی که انس میفرماید ازشون که در اون لحظه دو ملک آمدن و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو گرفتن و سینه‌شون رو شکافتن. یک عملیات حقیقی است، جراحی، یک عملیات جراحی به صورت عملی این اتفاق افتاده، نه که یک تصور و خواب بوده باشه. یعنی در واقعیت این اتفاق افتاده و سینه مبارک رو شکافتن و قلبشون رو گرفتن و در تشتی از طلا با آب زمزم شستن و یک تیکه‌ای رو که سهم شیطان گفته شده در روایت کندن و انداختن دور و بعد گذاشتن و دست کشیدن و دوختن. و انس رضی الله عنه که راوی حدیث است و انس ابن مالک که خادم رسول صلی الله علیه و سلم است و 10 سال خدمتکاریشون بود در مدینه منوره، میفرماید من حتی در اون سنی که رسول الله در مدینه است، الان چه سالیه؟ رسول الله علیه الصلاه و السلام در 53 سالگی وارد مدینه شدن، 10 سال بعد فوت کردن. یعنی حداقل از 53 به بالاست حکایت انس. در 53 سالگی یعنی 50 سال بعد از این حکایت، حداقل 50 سال بعد از این حکایت شق صد، میفرماد من هنوز و کنت ارى اثر المخيط على صدره، من میدیدم هنوز اثر اون دوخته هایی که اون جراحی که روی سینه مبارکش بود، اون قسمتی رو که شکافته بودن که قلب برداشته بودن انگار که دوخته بودن دوباره اون قسمت رو و این جراحی در جا خوب شد، یعنی اثری از زخم وجود نداشت. اما انس میفرماید جای زخم و نشانه زخم و جراحی و دوختگی اثر المخيط، از مخیط از خیاطی میاد، از دوختگی میاد. من اون اثر رو میدیدم تا کی 50 سال بعد من این رو میدیدم و این اتفاقی بود که به اسم شق صدر معروف است. شق صدر شکافتن سینه نازنین رسول صلی الله علیه و سلم که دو بار اتفاق افتاده. یک بار اینجا در بنی سعد اتفاق افتاد و یک بار دیگر این اتفاق باز 40 سال بعد، 45 سال بعد حدوداً، دقیق حساب بکنیم 47 سال بعد یا 48 سال بعد این اتفاق در مکه مکرمه افتاد وقتی که رسول علیه السلام قصد سفر معراج داشتن. در شب معراج هم در سفر اسراء که بخش زمینی سفر هست از مکه مکرمه تا از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی، این بخش و از مسجد الاقصی به آسمان که دو بخش داره این سفر، زمینی رو اسراء میگن و از مسجد الاقصی به آسمان رو معراج. این در شب معراج هم این اتفاق افتاده، شق صدر رسول صلی الله علیه و سلم. گفته میشه که در بخش اسراء اتفاق افتاده در کنار مسجد الحرام قبل از حرکت به سمت مسجد الاقصی و به سمت آسمان ها در سفر معراج، که اولین اتفاق در بنی سعد اتفاق افتاده. اون بعد از نبوت و این در دوران طفولیت قبل از نبوت این اتفاق افتاد. خب این اتفاق الان ما بعداً خبردار شدیم که رسول الله علیه السلام نبی پیامبر خاتم بود و حکایت چی بود و ملائکه آمدن، اما حلیمه که خب نمیدونست این حکایت چی است. حتی خود رسول صلی الله علیه و سلم در اون لحظه نمیدانست، بلکه تا قبل از نزول وحی هم نمیدانست که پیامبر میشه و احساس کرد که شاید جنی بوده. اونا فکر کردن شاید جن بوده، شاید شیطانی بوده. بالاخره در یک دشتی آمده و بچه رنگش پریده و نگاه میکنن اونها میبینن رو سینه‌اش اثر یک شکافتی، اون اثری رو که انس 50 سال بعد میدید، اینا همین الان اتفاق افتاد اونا میدیدن. پریشان شدن و حارث گفت به والله این پسر ما یک اتفاقی براش افتاده، بیا تا مشکلی پیش نیامده بیشتر از این برگردونیم به مادرش که بعداً پیش مادرش ما شرمنده میشیم. دیگه اینجا ترسیدن، اینجا حلیمه و حارث ترسیدن از این که این استمرار پیدا نکنه و شاید حکمت الله تعالی بر این بود که این سبب بشه تا اینها دست بکنن و دل بکنن از این فرزند مبارک، اینو برگردونن به جایی که باید برمیگشت، به مکه مکرمه، که اونجا باید کعبه رو سالهای پیش رو 37 سال بعد دیگه باید دعوتش رو از کنار این خانه مقدس کعبه با شروع میکرد. این بود که پریشان شدن، برگشتن. شاید حدوداً طبق صحبت خود حلیمه رضی الله عنها 3 یا 4 ماه بعدش دوباره آمدن به مکه و برگشتن به محضر آمنه مادر بزرگوارشون و گفتن به هر حال ما آوردیم محمد رو آوردیم و آمنه گفت خب چرا چی شده و چرا زود برگشتید، شما این هم اصرار داشتید. گفتن به هر حال دوران شیرخوارگیش تموم شده، ما مناسب دیدیم که به هر حال دیگه انقدر شما دور نباشه بیاریمش پیش شما و
شما دلتنگش هستید، مادرش هستید و انشاءالله که همینجا به هر حال جاش خوب هست. گفت آمنه گفت نه، این بهانه شما قابل قبول نیست. تا به من نگید که چی شده. حتما اگه اتفاقی افتاده که شما حالا اینطور دارید برمیگردونید در حالی که این هم اصرار داشتید شما برای بردنش، باید بگید که چی شده. یعنی میفهمن انقدر اصرار کرد تا ما مجبور شدیم که حکایت رو بگیم که حقیقتش همچین اتفاقی افتاد و ما نگران شدیم و ما برگردونیم که خدای نکرده بیشتر نشه. و آمنه فرمود که با احترام به هر حال احترامی که به فرزند نازنینش داره و میدانه که این انسان عادی نیست، فرمود که من میدانم که این فرزند من، برای این فرزند من هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد و والله من در شکمم وقتی که برای این بچه حامله بودم اصلا هیچ اثری از حمل رو که دیگران زنهای دیگر تعریف میکنن من در وجود خودم احساس نمیکردم، هیچ سختی نداشتم و حتی شبی در خواب دیدم که از شکم من نوری بیرون شد و قصرهای شام روشن شد از اون نور و یقینا برای این فرزند من در آینده شأن بزرگی خواهد بود. و مطمئن بود آمنه به هر حال خوابهایی که دیده بود و لحظه تولد رسول صلی الله علیه و سلم، آنچه که حلیمه در حکایت رفت آمد و این حکایت شق و صد ذکر کرده بود، همین اینها به هر حال برای آمنه به هر حال دلایلی بود که احساس میکرد این بچه عادی نخواهد بود، گرچه اون هم مطمئن نبود که پیغمبر میشه و خبر نداشت که پیغمبر میشه که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بی‌خبر بود. رسول الله علیه و سلم بازگشتن به مکه مکرمه در سن 2.5 سالگی حدودا، دوباره به دامان مادر و به مادر بازگشتن و مادر آمنه فرزند نازنینش رو داشت. در یک از سفرها که رسول الله علیه و سلم 6 ساله هستن، الان 6 ساله شده بودن، مادر تصمیم داشت که به یثرب آن زمان و مدینه امروز حرکت بکنه و سفر بکنه پیش برخی از اقوام و خویشاوندانش در مدینه منوره، اونها رو زیارت بکنه و ببینه. اون روز به هر حال اسم شهر یثرب بود و الان مدینه منوره است. حرکت کرد. در مسیر بازگشت مادر مریض شد. در مسیر بازگشت مادر مریض شد. وقتی که برمیگشتن از سفر مادر مریض شد در منطقه به اسم ابوا. اسم منطقه هست ابوا، روستایی است الان هم بسیار سرسبز و باصفا در نزدیکی های وادی قدید در بین راه مکه و مدینه، حدوداً 150 کیلومتری مانده به مکه از سمت مدینه. درست. منطقه بعد از وادی، قبل از وادی قدید از اون طرف و از این طرف بعد از وادی قدید میشه. وادی قدید اون جایی است که خیمه معبد در مسیر هجرت رسول صلی الله علیه و سلم قرار داشت و در منطقه ابوا مادر دیگه آخرین لحظات عمر مبارکش رو میگذرون و اون دیگه مادر رسول صلی الله علیه و سلم. الان رسول الله 6 ساله است و از دنیا نه پدری داره و نه برادری داره و نه خواهری داره، فقط یک مادر داره. اون مادر هم الان در لحظاتی است که واقعا برای یک طفل 6 ساله‌ای که کسی رو نداره سخت است که شاهد آخرین لحظات حیات مادرش باشه و مادری هم که جوان بود، مادری هم که گویی که الله متعال این زن رو فقط یک مسئولیت داده بود در دنیا که اون مسئولیتش رو بعد ادا بکنه، فرزند نازنینی به دنیا بیاره به نام محمد علیه السلام و بعد از 6 سال هم رها بکنه او رو و بره. و آمنه مریض شد و در بستر بیماری رسول الله صلی الله علیه و سلم رو تنها گذاشت و از دنیا رفت و در منطقه ابوا دفن شد و قبرشون در ابواس، منطقه ابوا. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در 6 سالگی از مادر هم یتیم شد و دیگه مادر رو هم هرگز بعد از اون ندید و این سخت است. یعنی ما الان صحنه‌هایی رو داریم تصور میکنیم که گفتنش برای ما سخت، حقیقتش تحملش که به جای خود. رسول الله الان نه پدری داره، نه مادری داره، نه خواهری داره و نه برادری داره. عزیزترین افراد زندگی انسان این 4 نفرن، یا پدر است یا مادر است، اول که مادر، بعد پدر، بعد خواهر و برادرها هستن. یعنی انسانی که هیچ کدوم از این 4 تا رو نداشته باشه واقعا تنهایی رو با تمام وجود احساس میکنه و الله متعال تقدیرش بر این بود که تا رسول الله علیه السلام از پدر و مادر یتیم باشه تا برای هیچ یتیمی دیگر بهانه‌ای باقی نمانه که من یتیم بودم و نمیتونستم کاری بکنم و یا اینکه من خواهر و برادری نداشتم که از من حمایت بکنم. عبدالمطلب پدر بزرگشون، پدر بزرگ پدریشون، مادرشان در همون ابوا، مادر همونجا، پسر رسول الله علیه السلام با دلی ناراحت و چشمانی اشکبار مادر رو ترک کردن، قبرش رو، و در ابوا دفن شد مادر و رسول الله تنها به همراه عبدالمطلب پدر بزرگشون، پدرشون بازگشتن به مکه مکرمه و بر سرپرستی الان رسول الله علیه السلام را عبدالمطلب پدر بزرگشون دارن
و در مکه مکرمه ازشون به هر حال پیرو چیز میکنن که نگهداری میکنن که هم به هر حال پسر عبدالمطلب عبدالله از دنیا رفته با هم عروسش که پدر و مادر این فرزندن. 2 سال بیشتر طول نمیکشه که عبدالمطلبی که شدیداً دوست داره رسول الله صلی الله علیه و سلم رو و بزرگ قریش و احترام میکنه به اون و به حدی احترام میکنه که حتی وقتی که انقدر هیبت داره که در محفل عبدالمطلب وقتی همه میشینن کسی جرئت نمیکنه کنارش بشینه، هم روبروش میشینن. محمد علیه السلام که 7 سالش بیشتر نیست یا 8 سالش بیشتر نیست، 6 تا 8 بیشتر عبدالمطلب بود، وقتی که وارد محفل میشه مستقیم رو صدا میکنه و کنار خودش و روی زانوی خودش مینشانه حتی. و این به هر حال خیلی ها برای دیگران قابل تحمل نیست که ما اشراف هستیم و این طفل رو داره ناز میده. و این لطف و احسان پدر بزرگ هم زیاد دوام نیاورد و 2 سال بیشتر نشد تا در سن 8 سالگی پدر بزرگ عبدالمطلب هم از دنیا رفت و باز یک غم دیگری بر غم‌های رسول صلی الله علیه و سلم اضافه شد و رسول الله در سن 8 سالگی پدر بزرگش رو هم که بزرگترین حامی او بعد از مادر بود رو از دست داد و عبدالمطلب در آخرین لحظات حیات خودش از بین فرزندانش ابوطالب رو خطاب قرار داد. ابوطالب پدر علی رضی الله عنه که در اون لحظه هنوز علی به دنیا نیامده بود. درست. و ابوطالب عموی رسول صلی الله علیه و سلم هست. ایشون رو خطاب قرار داد و مسئولیت رسول صلی الله علیه و سلم رو به ایشون سپرد در سن 8 سالگی و به ایشون گفت که عبدالمطلب این رو میفهمید که در میان فرزندانش ابوطالب گزینه خوبی است برای سرپرستی پیامبر. ابوالمطلب فرزندان زیادی داشت. به هر حال الان ابوطالب غیر از ابوطالب فرزندان دیگری هستند. حمزه هست، عباس هست، ابولهب هست و دیگر حارث هست و همه زنده بودن غالبا. فقط عبدالله که از اون کوچکتر بود از دنیا رفته بود و از بین اینها در ابوطالب آثار و صفاتی میدید که به هر حال احساس میکرد که از بقیه شایسته تر است. درست. برای نگهداری و محبت او رو به محمد علیه السلام بیشتر میدید. درست. نسبت به دیگر عموها به این خاطر نه که بقیه اینطور نبودن، همه دوست داشتن رسول الله صلی الله علیه و حتی ابولهبی که بعدها دشمنی کرد. ما گفتیم در لحظه‌ای که خبر تولد رسول علیه السلام به ابولهب رسید و کنیز ابولهب خبر رو به او داد، او رو از خوشحالی آزاد کرد. یعنی ابولهب کردن کنیز کار خیلی بزرگی اون موقع آزاد کردن کنیز مثل الان هدیه دادن یک ماشین به کسی دیگه است، حتی بیشتر از این. و به هر حال در یک سرمایه‌ای بود برای یک کسی و این به خاطر خوشحالی او نسبت به تولد فرزند عبداللهی که چند ماه پیش از دنیا رفته بود و برادرشون بود، به هر حال برادرزاده‌شون به دنیا آمده بود، و این محبت این جایگاه رو رسول صلی الله علیه و سلم در بین همه اهل مکه و علل خصوص در بین قریش و علل خصوص در بین بنی هاشم و خاندانشون داشتن. و بعد از اون ابوطالب در سن 8 سالگی به بعد سرپرستی رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه به عهده گرفتن. تشکر، سلامت باشید. اجازه بدین بریم به سراغ میان برنامه. بعد از میان برنامه میایم خدمت ابوطالب ان شاء الله. بیننده‌های عزیز، دیدیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در طایف حادثه شق الصدر که حکایت کردن جناب استاد، اون حادثه اتفاق افتاد و از اونجا آمدن به مکه و سپس تا چند سال 3.5 سال تقریبا با مادرشان بودن. مهر و محبت مادر هم با وفات مادر البته کند. سپس به عبدالمطلب جد بزرگوارشان متعلق شدن، تعلق گرفتن و سرپرستیشان را عبدالمطلب به دوش داشت. این هم فقط 2 سال دوام کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم باید از یک مهر و عطوفت دیگر محروم می شدن، از این هم محروم شدن. حالا رفتن به دامان عموی بزرگوارشان ابوطالب. برمیگردیم که ابوطالب این طفل یتیم، این یتیم 8 ساله را چگونه تربیت کرد و ابوطالب با این یتیم چی کرد. واقعا اینجا خیلی نشیب و فراز زیاده هست. بعد از یک برنامه انشاءالله با اون باشید. حبيبي
محمد يا ختام الأنبياء يا ختام الأنبياء يا إمام المرسلين جئت بالنور المبين من إله العالمين عم في الكون سنا يا إمام المرسلين جئت بالنور المبين من إله العالمين عم في الكون سنا كلنا اليوم فداء كلنا اليوم حماه يا حبيبي يا محمد يا ختام الأنبياء يا ختام الأنبياء. بعث حبيبنا محمد ليتمم مكارم الأخلاق. كان صادقا أمينا قبل أن يبعث، وبعدما بعث أوذي من قومه وطرد من مكة فلم يقدم لهم بعد أن تمكن منهم وقدر عليهم إلا العفو والمسامحة. سيد بالخلق ساد كل أرجاء البلاد من ظلام وسهاد نحو خير وضياء. سيد بالخلق ساد كل أرجاء البلاد من ظلام وسهاد نحو خير وضياء. كان للخير دليل بسمة تروي العليل يصفح الصفح الجميل في محياه الوفاء. كان للخير دليل بسمة تروي العليل يصفح الصفح الجميل في محياه الوفاء. كلنا اليوم فداء كلنا اليوم حماه يا حبيبي يا محمد يا ختام الأنبياء يا ختام الأنبياء. محمد صلوات ربي وسلامه عليه أوذي كثيرا ليوصل إلينا دين الإسلام لينقذنا من النار، فوالله لنفديه بأموالنا وأنفسنا وكل شيء عندنا. سيرة الهادي محمد أصبحت للكون تشهد من رماه سوف يخمد عاث بالذل مدى. سيرة الهادي محمد أصبحت للكون تشهد من رماه سوف يخمد عاث بالذل مدى. كلنا اليوم فداء كلنا اليوم حماه كلنا اليوم فداء كلنا اليوم حماه يا حبيبي يا محمد يا ختام الأنبياء يا حبيبي يا محمد يا ختام الأنبياء يا ختام الأنبياء. Muhammad, peace be upon him, was the best teacher who ever lived. He was able to teach students of all types, regardless of their age or level of intelligence or social background. He was the most perfect teacher while he himself was unable to read or write. Muhammad is the last and final messenger of God. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا.
با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی با برنامه زلال ایمان با موضوع پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از نزول قرآن قسمت دوم، البته در هفته گذشته نیز روی این موضوع صحبتی داشتیم و حالا با قسمت دوم این برگشتیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از نزول قرآن. استاد سلیمانی عزیز، ما به اینجا رسیده بودیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عبدالمطلب جد بزرگوارشان را نیز در عمر 8 سالگی از دست میدهند و اما عبدالمطلب قبل از اینکه وفات بکنه فرزندانشان را جمع میکنه و از میان اینها ابوطالب را برای سرپرستی و کفالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یا همان محمد 8 ساله انتخاب میکنه و برمیگزینه. حالا پیامبر صلی الله علیه و سلم در اون وقت که محمد هست در دامان عمویشان ابوطالب هستند. اینجا با ابوطالب چه رخ داد؟ چه داستان‌های میان این دو رد و بدل شد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم را ابوطالب چطور سرپرستی کرد؟ آیا واقعا حق یک عمویی را ادا کردن؟ ابوطالب در حق رسول صلی الله علیه و سلم از لحظه‌ای که رسول الله علیه و سلم به دنیا آمدن تا لحظه‌ای که ابوطالب از دنیا رفت بله. هرگز کوتاهی نکرد و تاریخ بهترین شاهد بر این ادعاست. تولد رسول صلی الله علیه و سلم در خانه ابوطالب بود. مثلا خود رسول الله که به دنیا آمد در خانه ابوطالب به دنیا آمد. بعد از اینکه در خانه ایشان به دنیا آمد، علاوه بر این باز رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه می‌بینیم با وجود آمنه با وجود عبدالمطلب هم ابوطالب هست، نه که نیست. بله. اما چون اونها به هر حال قوی‌تر هستن و بزرگتر و حقدارتر، اسمی ازشون گرفته نمیشه. بعد از وفات عبدالمطلب سرپرستی رو به صورت مستقیم و همه جانبه درست ابوطالب به عهده میگیره. ابوطالب در خانه‌ای که زندگی میکنه الان رسول الله صلی الله علیه و سلم به خانه دیگری میره. اول در خانه مادر بود، به دنیا آمد خانه ابوطالب. بعد از اونجا رفت به خانه حلیمه، بعد از خانه حلیمه دوباره بازگشت به خانه آمنه مادرش. بعد از خانه آمنه رفت به خانه پدر بزرگ عبدالمطلب. بعد از خانه عبدالمطلب الان دوباره باز میره به خانه ابوطالب و هی از این خانه به اون خانه این ذات نازنین جابجا میشه. و در خانه ابوطالب الان ابوطالب خب خودش فرزندان دیگری هم داره. بله. جعفر رو داره، عقیل رو داره و اینها از رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگتر هستند. درست. و اینها هم در خانه ایشون زندگی میکنن و ابوطالب هم زندگی میکنه به همراه اینها. ابوطالب شدت محبتش به رسول الله صلی الله علیه و سلم چنان زیاده هست که در سفرها حتی ایشون رو با خودش سعی میکنه ببره. در سفرهای تجارتی؟ در سفرهایی که داره. ما میدونیم که در مکه مکرمه غالب وضعیت اقتصادی طوری بود که بیشتر حول محور تجارت میگشت. مکه محلی برای زراعت نیست. هنوزم تا به امروز هم با وجود امکاناتی که هست و پیشرفت‌هایی که هست، اکثر منبع اصلی درآمد مردم مکه مکرمه تجارت و به هر حال اقلامی است که از جای دیگه میارن و میفروشن. الان ابوطالب قصد داره بره به سمت شام، سرزمین آل سوریه امروزی به عنوان مثال و فلسطین امروز. و در این مسیر محمد علیه السلام رو که طفلی حدوداً شاید بگیم که 10-11 ساله است با خودشون همراه میکنن و در سفر با خودش میبره و خود همین همراه کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم با ابوطالب در سفری که هیچ نیازی به وجود رسول صلی الله علیه و سلم نیست و ایشون هیچ مهره مؤثری در اقتصاد این گروه هم نیست، نشان از محبت ایشون و دلبستگی ابوطالب به رسول الله صلی الله علیه و سلم داره که دوست داره در سفر و حضر همراهش باشه تا خیالش جمع‌تر باشه و دل جمع‌تر باشه از این امانتی بزرگواری که در اختیارش گذاشته شده از عبدالمطلب و آمنه و عبدالله برادرش. و در سفری که میرن به منطقه‌ای میرسن که در اون یک صومعه است، عبادتگاهی است از یک راهبی مسیحی. درست. و شخصی به اسم بحیرا در اونجا زندگی میکنه، بحیرای راهب. درست. این بحیرا وقتی که مردم قریش می آمدن و میرفتن از این کاروان محل در مسیر کاروان تجاری اونجا زندگی میکنه. درست. و گویی که به دنبال گمشده‌ای میگرده بحیرا. اینجا هر کاروانی که میاد و نگاه میکنه و میسنجه و گذر میکنه میره تا اینکه این کاروان میرسه، کاروان قریش و عده‌ای از سران قریش که در اون ابوطالب هست و برادرزاده نازنینش محمد علیه السلام در سن طفولیت و خردسالی. وقتی که اینها رو میبینه به استقبال میاد، از صومعه بیرون میشه، استقبال گرمی میکنه، اونها رو در آغوش میگیره و سابقه نداشته که
تا به حال با این کاروان این گونه برخورد کنه این آدم. یعنی بار اولی نیست که همدیگر رو میبینن بله. و این مسیر رو بارها قریش داره میره و میاد بله. و بارها اصلا این انسان رو میشناسن، مشهور این آدم. بله. کم جا هست و هر کاروانی میاد یه نگاهی میاندازه میره. اما این دفعه اینها رو خیلی تحویل میگیره و خیلی استقبال گرمی میکنه و میگرده بین کاروان تا میرسه به چهره منور و مطهر رسول الله صلی الله علیه و سلم و اون جمال نازنین رو وقتی که میبینه فریاد بلند میکنه و میاد دستش رو میگیره، میگه به خدا قسم که هذا سید المرسلین و هذا خاتم النبیین. میاد و دستش رو میگیره و میگه به خدا قسم که آخرین پیامبران اینه و این خاتم النبیینه و این همون کسیه که قلب پا میکنه و این دوباره به توحید برمیگردونه همه این انسان ها رو و بشریت منتظر رسالت این انسان، این طفله. و خب این جمله برای کسی که الان برای سران قریش ابو طالب بقیه یک عجیبه. این بحیرای راهبی که اصلا قریش بت پرست به هر حال جاهلی که دختران خودش رو بعضیاشون زنده به گور میکردن رو اصلا هیچ عددی حساب نمیکرد، الان یک دفعه میاد اینطور تحویل میگیره و بشارت میده که این پیامبر خاتمه. چگونه ممکنه؟ در حالی که قریش تو ذهنش هست که هنوز مردم مدینه، یهودیان مدینه و یثرب اون زمان هر وقت می اومدن با اینها در مکه بحثشون میشد و جدل میکردن با قریش، میگفتن به زودی پیغمبری از ما خواهد آمد که ما با اون عزیز میشیم و میایم و شما رو چنان از بین میبریم که خداوند عاد و ثمود رو از بین برد. اون پیامبری که یهود منتظر اونهاست در یثرب و پیامبر خاتمه میگه، این میگه که از ماست، اینه یتیم ابو طالب که پدری نداره، مادری نداره، خواهری نداره، برادری نداره، یک ریال پول داخل جیبش نداره، هیچ ثروتی نداره، این میخواد بشه منجی آخر عالم. براشون تصورش کمی سخته. و گفتن و ما علمک، تو از کجا میدونی این حکایت رو؟ بر چه مبنایی داری میگی این پیامبره؟ گفت والله شما از اون گردنه کوه وقتی که خم شدید به این سمت داشتید میآمدید، از گردنه داشت کاروان شما میآمد، هیچ درختی نبود مگر اینکه به سمت این خم میشد و سجده میکرد در مسیر. این یک نشانه. گفت نشانه دومی من از این بچه دارم که حتما هست، پشت کتفش یک گوشت برآمده‌ای هست، مهر نبوت اونجاست. و رسول الله صلی الله علیه و آله این رو همیشه داشت همراه خودش، بین دو کتف مبارکش پشت پایینتر از گردن یک گوشت برآمده‌ای بود که اونجا نوشته، اونجا گفته میشه که نوشته بود محمد رسول الله. و خب اینو کسی نمیدید، هر کسی نمیدید و هر کسی رسول الله صلی الله علیه و نشان هم نمیداد. و صحابه هم حتی ختم به اسم ختم نبوت، سلمان مثلا می اومد هی تلاش میکرد تا پشت سر رسول الله نگاه بکنه که آیا کمرشون کی وقت میشه که این اثر مهر رو ببینه. و بعد رفت تا غذا درست بکنه، از این میهمان هاشون استقبال بکنه. غذا که درست کرد دعوت کرد که بیان غذا بخورن. خب این طفل رو کسی دعوت نکرده بود یا خودش نیومده بود، در بین شترها نگهبانی میداد برای شترها. گفت اون رو بیارید. آمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و همه نشسته بودن بزرگان قوم و جای برایشون نبود. زیر درخت سایه درخت رو پر کرده بودن. یک گوشه زیر آفتاب نشست این طرفتن و همین که زیر آفتاب نشست این سایه درخت منتقل شد آمد روی سر نازنین ایشون و با حیرا داشت نگاه میکرد. گفت ببینید سایه چطور منتقل شد روی سر این. و قبل از این هم از اون لحظه که از پیش شترها حرکت کرد تا اینجا ابری روی سرش سایه میانداخت و اینها همه نشانهای این هست که این انسان مبارک است. من شما را قسم میدم که این رو نبرید با خودتون. رومیان اگر خبر بشن بلای سر این در میارن. در همین اثنا بود که چند نفر از رومیان آمدن، 7 نفر از رومیان آمدن و به هیرا گفت چه خبره؟ گفتن والا ما شنیدیم که پیامبر خاتم ظهور کرده و خارج شده از حجاز و به این سمت داره میاد، از حالا جادوگرانی که داشتن یا هر پیشگویی هایی که داشتن و ما اومدیم تا او رو از بین ببریم. با هیرا خطاب اونها گفت آیا آنچه که الله تقدیر زده که اگر پیامبری میاد و مبعوث میشه شما میتونید جلوی تقدیر الله تعالی رو بگیرید؟ گفتن نه، تقدیر الله رو که کسی نمیتونه جلوشو بگیره. گفت پس شما هم هرگز دستتون به اون آدم نخواهد رسید، خودتون رو خسته نکنید. اون اگر قرار پیغمبر آخر باشه و بیاد میاد و شما هم نمیتونید جلوی او رو بگیرید. گفتن راست میگی. برگشتن و بعد ابو طالب سوال کرد، گفت دیدید من گفتم که اینها میان و یک ضرری به این بچه میرسونن و اصرار کرد به التماس. و ابو طالب به همراه شخص دیگری اون که سفرش رو مجبور بده ادامه بده به خاطر تجارت و برگردان رسول الله صلی الله علیه و سلم رو مکه مکرم. و اینها هم همه نشانه‌هایی است برای اینکه این انسان، ما از شق صدر وقتی صحبت میکنیم، از حادثه فیل وقتی صحبت میکنیم، از
وقتی از کراماتی که در راه برای حلیمه اتفاق میفته، وقتی که برای خود رسول صلی الله علیه و آله اینجور بشارت‌های دیگران اعتراف میکنن، همه اینها نشان از یک حرکت عظیم داره که قرار اتفاق بیفته. همه اینها مقدمه نزول قرآن است. همه اینها مقدمه دلیل حقانیت قرآن. همه این موارد. رسول الله برمیگردن به مکه. در مکه وضعیت اقتصادی ابوطالب مناسب نیست و ابوطالب وضعیتش خوب نیست و پیامبر دوست ندارن که سربار خانه باشن و دوست دارن که کمک بکنن. به هر حال انسانی است که انسان جوانمرد است و دوست نداره که اذیت بکنه دیگران. الان به سنی رسیده که به هر حال 13-14 سالشه و میتونه خودش رو پای خودش بیسته. از عموش خواست که اجازه بده تا چوپانی بکنه و یک کمی به هر حال برای دیگران، برای اهل مکه میرفت گوسفنداشون رو میگرفت، میبرد در وادی‌های اطراف مکه میچران و مقدار پول میگرفت و عمو موافقت کرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم چند سال از عمر مبارکش رو مشغول چوپانی بود. پیامبر اکرم علیه السلام در دوران نوجوانی مشغول چوپانی بود. گوسفندها رو میگرفت، میبرد اطراف مکه مکرمه و گوسفندها رو میچراند و این صفت و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن هیچ پیامبری نبوده مگر اینکه چوپانی کرده و این خودش یک حکایت جالبی است که هیچ پیامبری مبعوث نشده مگر اینکه یک سالهای از عمرش رو چوپانی کرد. ما میدونیم مثلا موسی علیه السلام به خاطر اینکه دختر شعیب علیه السلام رو داشته باشه 8 سال تا 10 سال چوپان شعیب علیه السلام بود و حکایتش معروف است. فقط به خاطر اینکه مهر دختر شعیب علیه السلام 10 سال این بود که چوپانی کنه. خب به هر حال حالا برخی از دوستان شاید بگن که ما هم بس حق دارن خانواده عروس ما و خانم ما که سر ما سخت بگن. خب اون دخترم دختر شعیب بود، بالاخره بازم ارزشش رو داشت که آدم 20 سالم چوپانی بکنه و هر پیامبری چوپانی کرده. عیسی علیه السلام چوپان بوده و موسی علیه السلام چوپان بوده و نوح علیه السلام چوپانی کرده، ابراهیم علیه السلام چوپانی کرده و محمد علیه السلام هم که سردار همه انبیاست چوپانی کردن. درست. چوپانی برای رسول صلی الله علیه و سلم صفات مهم رو در بر داشت. اون قلب نازنینی که در شق صدر شستشو داده شد و الله تعالی میخواد این قلب معصوم باشه و پاک باشه و شیطان سهمی در این قلب نداره و اون تیکه گوشتی که پرت شده هم دلالت بر این داشت. در چوپانی تواضع یکی از صفاتی است که هر چوپانی به هر حال داره، تواضع. چون انسان وقتی با گوسفند سر کار داره، با حیوان سر کار داره، دیگه غرور و تکبر اینجا معنایی نداره. ترخوش کردن حیوان، علف درست کردن برای اونها، تمیز کردن حیوان، زندگی در کنار گوسفندهایی که بوی اونها و تعفن اونها بالاخره انسان رو آزار میده. این غرور انسان رو میشکنه. تواضع به انسان یاد میده، شجاعت به انسان یاد میده. انسان در چوپانی مجبوره که گرگی حمله میکنه، حیوان درنده حمله میکنه و باید باش مبارزه بکنه تا نجات بده جان چوپان خودش رو. انسان در چوپانی صبر و حلم و استقامت و بردباری یاد میگیره. انسان عطوفت و مهربانی یاد میگیره، چون باید مهربان باشه. به هر حال گله یکی از این گله چاختره، یکی مریضه، یکی کوچیک بچه‌ای داره، برای بزغاله‌ای هست یا بره‌ای هست، یکی میفته پاش میشکنه، بعد بینا رسیدگی بکنه و چوپان همیشه باید مواظب گله خودش باشه. پشت سر گله حرکت میکنه تا گله پیش روش باشه. حواسش به تک تک افرادش هست، کسانی که در گله هستن. پیوسته فکر اینه که چطور بستر بهتری فراهم بکنه برای گوسفندانش، برای کسانی که تحت رعیت او هستن. و الان اینجا مناسب نیست، این بستر مناسبی برای چرا نیست. اینجا الان این حیوانات از بین میرن، بعد جای دیگه ای رفت، از اینجا اینا رو میبره به جای دیگه ای. اونجا فکر میکنه که نه اینجا به درد نمیخوره، الان باید یک بستر دیگه ای فراهم بکنم، بلند میشه میبره اونها رو جای دیگه. و همین درسایی است که ما اینا رو در زندگی رسول الله میبینیم که چطور هجرت به حبشه، هجرت به مدینه، اینا همه گویی درسایی بود که رسول الله در دوران نوجوانی داشت تمرین میکرد که تو و یک گروهی کمرای تو هستن اینجا نمیتونی، بعد بری یک جای دیگری که منافع همراهان خودت رو باید در نظر بگیری که چطور اونجا موفق ترن. و موارد فراوان دیگری که ما در چوپانی میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم همه درسایی است که انسان در چوپانی یاد میگیره. در چوپانی انسان فرصت برای تفکر داره، تفکر در آسمان ها، در خلقت آسمان و زمین. شبها چوپان در بیابان میخوابه، بیابان سر بلند میکنه، بالای سر خودش ماشاءالله میلیون ها و میلیاردها ستاره رو میبینه و فرصتی است برای تفکر و تدبر و تعقل تنهاست. و اینها همه درسایی بود که الله متعال مدرسه‌ای درست کرده برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. تمام لحظه زندگی رسول الله فرصتی است برای ساختش، مدرسه‌ایش برای تعلیم این انسانی که باید معلم بشریت باشه. و الله تعالی داره رو تربیت میکنه. یتیم به دنیا آمدنش، از بین رفتن، از دنیا رفتن مادر، بدون خواهر و برادر بودن، همین مشکلاتی که سر را میاد، چوپانی کردن، سختی ها. بعد از مدتی الان دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیده به سن بالای 20 و جوان شده
و کسی شده که در مکه مکرمه دختر و زنی نیست که آرزوی ازدواج با این نازنین رو نداشته باشه. رسول الله است. جمالش، جمال انسان در 20 تا 25 سالگی بالاخره اوج جمال یک جوان هست. بله. و اون جمال هم جمالی به مانند رسول الله علیه السلام که در جمال از هیچ کسی کم نداره. و صحابی میفرماید من در شب 14 ماه بدر کامل نگاه کردم به ماه و یک نگاه انداختم به رسول الله علیه السلام، به والله که چهره نازنین رسول الله از ماه بهتر بود و زیباتر بود. با ام المؤمنین عایشه میفرماید زنانی که جمال یوسف رو دیدند اگر جمال یوسف من رو میدیدند، محمد علیه السلام رو، اگر جمال محمد علیه السلام رو میدیدند، به جای اینکه کاردها رو بر انگشتان خود بزنند و ببرند، بر قلب خود میزدند و خود رو میکشتند. الان این جمال نازنین خب در مکه مکرمه وقتی که قدم میزنه دیگه مشخصا هر کسی که میبینه شیفته و شیدای این انسان هست. علاوه بر این که این انسان صفات جمال داره، صفات کمال داره و هنر داره. یک روز یک کسی در کنار کعبه صدای بلند کرد، آمده بود از مدینه، یک تجارتی کرده بود، مالی داشت پیش آس ابن وائل، بابای عمرو ابن عاص. آس ابن وائل از سران قریش بود و پولشو کسی نمیداد، زور میگفت نمیدم زوره. بعد کنار کعبه رفت و ندا برآورد که من کمک کنید، من آس ابن وائل از من پولی گرفته و نمیده. کی جرأت میکنه در مقابل آس وایسته؟ از سران قریش و قبیله پشتش وایستادن، همه جرأت نمیکنه کسی حرکت بکنه. هیچ چی نکرد. بعد برخی از جوانان قریش در خانه عبدالله ابن جدعان جمع شدن و گفتن اینطوری که نمیشه، مظلومی آمده در شهر ما و ظلم میشه بهش، چون فلانی بزرگ کسی جلوش وای نمیسته، ما آقا یک اتحادی تشکیل میدیم، چند نفری با هم میریم حقش ازش میگیریم. گفتن باشه و رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت کردن، ایشون هم آمد در این گروه شرکت کرد، چند نفری از جوان مرد قریش و رفتن پیش آس، گفتن آس یا مالشو میدی یا میزنیمت یا میگیریم، به زور ازت میگیریم. مجبور شد که پس بده و این اتفاق رو به اسم حلف الفضول نامیده شد. فضول از یعنی فضل گرفته شده، کسانی که اهل فضل و کرم بودن با هم قسم خوردن برای دفاع از حق مظلومین. و رسول الله فرمود بعد از رسالتم به والله اگر باز هم همچین پیمانهایی برای من پیدا بشه در مشارکت میکنم و شترهای سرخ هم من رو از شکستن همچین پیمانهایی باز نمیدارن. یعنی اگر کسی بیاد من بعدی شترهای سرخ بده که بهترین سواری اون زمانه بود که دست بردار از این کار بر نمیدارم. و این صفات خب جوانمرد است، صادق هست، پاک هست. در مکه‌ای که شراب رو مثل چای خوردن ما الان چطور چای میخوریم در هر محفلی، اونا چند به سادگی شراب میخوردن، اصلا نوشیدنی اونها شراب بود. یک قطره به لب نازنین این انسان عظیم نرسیده شراب. در مکه‌ای که آزادی‌های جنسی به حدی است که اصلا تصور نمیشه کرد، انسان شکل‌های مختلفی به ترسیم کشیده میشه از اون، این انسان نازنین چشمش به نامحرمی نمیفته و نگاه بد نمیکنه به کسی. اون قلبی که شستشو داده شده در تشتی از سراب آب زمزم، این تاثیراتش. در مکه‌ای که 360 تا بت داخل کعبه است و هر کسی که یا لات مدد یا عزا مدد یا فلان مدد یا فلان مدد میگه، هرگز برای بتی سجده نکرده و برای بتی تعظیم نکرده و اعتقادی هم نداره با آنچه که از شرک و کفر مردم مکه اعتقاد دارن. در مکه‌ای که لهو و لعب، محفل‌های طرب و کنیزکان و رقص و شراب و پایکوبی و شب زنده‌داری ها تا به صبح و اینهاست دیگه، سرگرمی دیگه ندارن، تجارت میکنن، سال 2 بار تجارت میکنن، میان میگن تا کل تو سال میخورن دیگه، نشستن شب تا صبح میخورن، به قول شما کنسرت میگیرن و به هر حال پارتی میگیرن و از این موارد میگیرن. و این در این مکه مکرمه رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی یک لحظه هم در این محافل شرکت نمیکنه. اما جایی که دفاع از ظلم باشه، دفاع از مظلوم باشه، در مقابل ظالم ایستادن باشه و مقاومت با ظلم میاد. در جایی که کمک به یتیمان و مساکین باشه میاد. مهمان نوازی میکنه، به یتیمان رسیدگی میکنه، به کسانی که درمانده هستن رسیدگی میکنه. این صفات مردان قریش در حیرت ماندن از این انسان، دختران و زنان قریش که هوش از سرشون پریده و آرزومندن تا یک روزی محمد بیاد در خانه اونها رو بزنه. در سن 25 سالگی نازنین رسول صلی الله علیه و سلم آمد یکی پیشش که تجارت نمی‌کنی؟ گفت تجارت کجا؟ من که پولی ندارم، ثروتی ندارم. و گفتن که یک نفری هست ثروتمنده، ثروت زیادی داره، میخواد تجارت بکنه، دنبال یک کسی میگرده که تجارت بکنه و سهمی از تجارت رو، سود رو به تو میده. فرمود که کی؟
گفتن خدیجه. خدیجه کیه؟ خدیجه ثروتمندترین زن مکه است. در بین زنهای مکه میلیاردر مکه خدیجه است. خدیجه کیه؟ عظیمترین زن مکه است، در عقلش، در هوشش، در فراستش. باهوشترین و زیرکترین زن مکه است. خدیجه کیه؟ خدیجه با شرفترین و با نجابتترین زن مکه است. در این فضایی که توصیفشو کردیم از فسق و فجور و گناهان اینها، اگر محمد امین علیه السلام معروف به امانتداری و زیبایی در مکه، در اخلاق و مکارم و پاک زندگی کردن، در بین زنها اگر یک زن معروف خدیجه است. با اینکه دوبار ازدواج کرده قبلش، دوباره هم قبل از اون ازدواج کرده و الان 40 سال سن مبارکش هست، اما باز هم سران قریش آرزو میکنن کاش خدیجه اجازه بده که برن برای خواستگاری خدیجه، اما هر کسی هم به حضور نمیپذیره خدیجه. چند نفر هم تلاش کردن و رفتن و قبول نکرد که با اونها ازدواج بکنه. خدیجه هم دوباره ازدواج کرده با دو تا مرد محترم و با شخصیت و ثروتمند. قبل از اون با اونها از دنیا رفتن و از اونها هم یکی دو تا فرزند هم داشت، اما برای ازدواج سوم دیگه آماده نیست. به دنبال کسی میگرده که مرد آرزوهای او باشه. توصیفات محمد علیه السلام به خدیجه هم رسیده. الان یک فرصتی است که میخواد ببینه که واقعا آیا اون چی که میگن رو این جوان داره یا نداره. غلامی داره به اسم میسره، میفرسته که برو پیش محمد علیه السلام بهش پیشنهاد بده. میسره اومده الان به رسول الله پیشنهاد میده که محمد حاضری در کاروان خدیجه بری و تجارت خدیجه رو به عهده بگیری. خدیجه نمیخواد دیگه خودش در تجارت شرکت بکنه، پول میده به کسی که بخواد تجارت بکنه، در تجارت شریک میشن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرصت خوبی گیر آورده برای اینکه کمک خرج باشه به عموی خودش و خودش رو پای خودش بیسته. قبول میکنه. این تجارت شروع میشه. تجارت به شام برای مال خدیجه. رسول الله صلی الله علیه و سلم صاحب این کاروانه. میرن شام، برمیگردن. در بین راه میسره حواسش هست. انگار که تجارت خدیجه این بار به دنبال پول نیست، در این تجارت به دنبال مال هم نیست، به دنبال کسب و درآمد هم نیست، به دنبال یک چیز فقط، که آیا آنچه مردم مکه درباره محمد میگن علیه السلام حقیقت داره یا نه. فقط به دنبال تصمیم نهایی خودش در خواستگاری از محمد علیه السلام. خدیجه میخواد خواستگاری بکنه، خودش میخواد خواستگار باشه از محمد علیه السلام و میدانه که اگر در این حکایت تأخیر بکنه، این مرد، این جوان نازنین کسی نیست که دختران قریش او رو برای خدیجه بگذارن تا خودش بیاد خواستگاری خدیجه و شاید هرگز هم نیاد. شاید فکر نکنه که خدیجه خب سران قریش رو جواب کرد، منو کجا قبول میکنه؟ یتیم عبدالله که ایدیال ندارم و نوکرش در کاروانش، نوکر خدمتش هستن به اصطلاح. میسره وقتی که برمیگرده، علاوه بر این که ثروت عظیمی صاحب این کاروان به دست آورده که خدیجه است، از تجارت اصلا سابقه نداشته در تجارت خدیجه تا بار کسی اینقدر سود بکنه که این بار سود کرده این کاروان. علاوه بر اون میسره مینشینه و از کرامات میگه، از چیزهایی میگه که ما چند نمونهش رو در حکایت بحیرا و در حکایت حلیمه گفتیم. خب اینا در طول زندگی رسول الله نازنین همیشه هست بوده باش و همیشه باش بوده، تا آخر حیاتش هم بود. و این کرامات رو وقتی که برخی از این صفات رو میگه، از این کرامات رو میگه، برخی از این ویژگی ها رو میگه، برخی از این جوانمردی ها و فداکاری ها در سفر باید شناخت. انسان در سفر واقعا خیلی میشناسه انسان رو. سفرهای تجاری مشکلات میاد، سختی ها میاد، صداقت محک میخوره و امتحان میشه، جوانمردی امتحان میشه، صبر و استقامت، تمام صفات اخلاقی بروز داده میشه. دیگه نمیشه تو تظاهر کرد. شب و روز با همن. سفر 2 ماه 3 ماه با هم بودن برگشتن. الان این صحبت ها رو که میکنه دیگه دل در دل خدیجه کبری، بانوی بزرگ مکه مکرمه نیست و الان دیگه نمیتونه منتظر باشه بیشتر از این و مرد رویاهاش رو پیدا کرده و به دنبال راه حل میگرده که الان خب اگر محمد علیه السلام، محمد خب نمیدونه که پیامبر میشه، اگر میدونست که اصلا دیگه رقابت میکردن، همه با هم جنگ ها میشد به خاطر این، حتی زنهای با شرافت و با نجابتی که دوست داشتن افتخار اینو داشتن که همسر رسول صلی الله علیه و آله بشن. در کنار این که رسول الله الان دوستانی هم داره، ابوبکری داره که از بچگی 2 سال از او بزرگتر بوده، 2 سال کوچکتره از رسول الله و رسول الله 2 سال از ایشون بزرگتره و از هم بازیای به دوران کودکی است و از همراهانشونه، باشون مشورت میکنه و به هر حال
عثمان هست و عبدالرحمن ابن عوف هست. اینا سران هم جوانای هم سن و سالی که به هر حال اینها رفیقایشون هستن، تا اینکه الان خدیجه تصمیم نهایی خودش رو گرفته که باید خواستگاری بکنه و مشورت میکنه با یک بانوی بزرگواری که مشاور و خادم خدیجه است به نام نفیسه. این حکایت رو میگذاریم. وقت برنامه ما پایان رسیده. حادثه خواستگاری خیلی مهم است، فکر میکنم طول میکشه. شکل خواستگاری هم خیلی جالب است. شکل خواستگاری از رسول الله صلی الله علیه و آله بگذاریم که تا بیننده ها منتظر باشن که این خواستگاری چطور اتفاق افتاد. و این خواستگاری هست که خیلی به نظر من الان در عصر و زمانه ما نیاز هست که واقعا روی این شکل خواستگاری هم کار بشه. تشکر. سلامت باشید بیننده های عزیز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حالا جوان 25 ساله هستند که در مدینه منوره و مصروف تجارت اموال بانوی عظیم مکه مکرمه خدیجه کبرا هستند. اما اینجا خدیجه کبرا بر علاوه منافع این تجارت چیز دیگه میخواهد که او عبارت از خواستگاری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. داستان خواستگاری و ازدواج ایشان با خدیجه چطور اتفاق میافتد و چگونه ابو طالب قبول میکند که یک خانم 40 ساله با برادرزاده 25 سالشان، خانمی که دوبار تجربه ازدواج قبلا داره، این ازدواج اتفاق بیفتد. حتما منتظر باشید در هفته آینده انشاءالله که داستان ازدواج و خواستگاری را خدمتتان عرض میکنیم. تا آن دم الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني